اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران فیروزکوی ولایت غور افغانستان، مخصوصا جوانان قریجات فامیلی ها در قاضی، پوزلیچ، میدان هوایی، کندک توپچی و قریجاتی که من در این ویدیو از آنها نام نبردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر شما در افغانستان، پاکستان، ایران، هندوستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، کشورهای خلیج و کشورهای عربی، آسیا، اروپا، استرالیا، نیوزیلند، ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، روسیه، افریقا و یا هر مملکت و یا قاره دیگر زندگی میکنید، این پیام برای شماست و شما منطقه شماره دهم هستید که برایتان پیام دارم. شاعر میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک جوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. آیا گاهی شما به این فکر کرده اید که برای قریه، ولسوالی، ولایت و یا وطن ما افغانستان کار انجام دهیم، حتی اگر کوچک باشد؟ اگر جواب شما بله است، پس این ویدیو برای شماست. و یا این که شما فکر میکنید که برای هر کار بزرگ و یا کوچک ما باید متکی به جامعه جهانی، ملل متحد و مؤسسات داخلی و خارجی باشیم. شما شاید سوال کنید که چرا من برای هر ولسوالی یک ویدیو جداگانه با عین پیام را می دهم و چرا یک ویدیو برای تمام ولسوالی ها تهیه نمی کنم؟ آرزوی شخصی من این است که کاش می توانستم برای هر قریه افغانستان یک ویدیو جداگانه آماده کنم، ولی این مشکل به نظر می رسد. ولی من می توانم که برای هر ولسوالی افغانستان یک ویدیو آماده کنم و علت این که منطقه شما را با گرفتن نام آن و نام قریجات آن در این ویدیو ذکر می کنم این است که شما خاص هستید و یا به اصطلاح آن اسپیشال هستید. بیایید که قصه کوچک از خانواده خود را برایتان بگویم که چطور شما اسپیشال هستید. یک روز من در کامپیوتر خود کار میکردم و بالای چوکی نشسته بودم. خانمم از من پرسید که میخوای با ما اینجا بالای زمین نشسته میوه را بخوری و یا میوه را برایت بالای میز بگذارم؟ گفتم اینجا بالای میز بگذار لطفا. پسر کوچکم به مادر خود گفت که چرا پدرم از ما جدا میوه میخورد و با ما مثل همیشه یک جا میوه نمیخورد؟ من به شوخی برایش گفتم مادرت برایم اینجا میوه را گذاشت چون که من خاص یا اسپیشال هستم. پسرم از من پرسید که آیا ما خاص نیستیم؟ من برایش گفتم که شما برایم بسیار خاص و اسپیشال هستید. در حقیقت هر انسان خاص و یا منحصر به فرد و یا اسپیشال است. از این که هر ولسوالی و قریه افغانستان برای من خاص و اسپیشال است، پس من به طور خاص بالای شما مردم فیروزکوی ولایت غور صدا میکنم. شمایی که این ویدیو را میبینید، این ویدیو برای شماست. اگر شما کار دارید و یا بیکار هستید، اگر در شما قریه زندگی میکنید و یا در شهر، اگر شما در داخل افغانستان زندگی میکنید و یا در خارج، اگر شما تعلیم و تحصیل دارید و یا ندارید، اگر شما کدام مقام و منصب داشتید و یا نداشتید و اگر شما پول دارید و یا ندارید، این ویدیو برای شماست. افغانستان به حیث یک مملکت و ولایت ما و ولسوالی ما و حتی قریه ما شاید مشکلات زیاد داشته باشند که ما قادر به حل تمامی آنها نیستیم. مگر تمام ما باید این سوال ساده را باید جواب بدهیم که ما برای قریه، ولسوالی، ولایت و بالاخره برای افغانستان چه کار کرده میتوانیم؟ و یا میتوانیم طور دیگر از خود بپرسیم آیا ما کاری برای قریه، ولسوالی، ولایت و بالاخره افغانستان انجام داده میتوانیم؟ جواب کوتاه بله است. جواب طولانی‌تر آن اینجا است. در هر ولسوالی و از هر ولسوالی ما حداقل یک و یا بیشتر از این افراد را داریم. دکتر صاحب، انجینر صاحب، دگروال صاحب، جنرال صاحب، سارنوال صاحب، قاضی صاحب، معلم صاحب، سر معلم صاحب، مامور صاحب، مدیر صاحب، رئیس صاحب، معین صاحب، رهبر صاحب، رهبرزاده صاحب، کلان قوم صاحب، کلانتر صاحب، ملک صاحب، قریه‌دار صاحب، وکیل صاحب، منشی صاحب، اقتصاددان صاحب، متخصص زراعت صاحب، تجار صاحب، دکاندار صاحب، صراف صاحب، حاجی صاحب، مولوی صاحب، شیخ القرآن صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، مرید صاحب، زوار صاحب، کربلایی صاحب، خارج دستخواندگی صاحب، ادیب صاحب، شاعر صاحب و غیره و غیره. افراد و اشخاص را که در بالا ذکر کردم و یا بیشتر از اینها با القاب دیگر در هر ولسوالی کم و بیش وجود دارند. بیشتر از القابشان اشخاص و افراد در هر ولسوالی وجود دارند که شاید از این القاب نداشته باشند
ولی نیت خالصانه و پاک برای کمک به ولسوالی و قریه خود داشته باشند و دارند. شاعر میگوید چو میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. چی باید بکنیم و از کجا شروع کنیم؟ یک لیست از اشخاص را آماده کنید که شما فکر میکنید برای ولسوالیتان کار کرده میتواند. لطفاً این اشتباه را نکنید که پشت افراد بگردید که پول دارند، بلکه به دنبال کسانی باشید که آماده هستند به قریه و یا ولسوالیتان کمک کنند. شماره تماس آنها را پیدا کنید و با ایشان تماس برقرار کنید. این سوال را پیش رویشان بگذارید که آیا برای قریه و یا ولسوالی خود کار کرده میتوانیم؟ بعداً هر یکی را جدا جدا به یک گروه واتساپ و یا مسنجر و یا کدام شبکه اجتماعی دیگر اضافهشان کنید. شاید در مورد سوال فوق کدام جوابی نداشته باشم و در اینجا شما می توانید بعض نظریات را برایشان پیشنهاد کنید. به این نکته توجه داشته باشید که از کوچکترین کار و نظر شروع کنید و برایشان تشریح کنید که شما لزوما پولشان را کار ندارید، بلکه تعهد و اخلاصشان را کار دارید. برایشان بگویید که شما یک جا با آنها می توانید فعالیت های ذیل را انجام دهید. اگر هر نفر از قریه و یا ولسوالیتان که در خارج زندگی می کنند به اندازه $1 در ماه قرطاسیه را برای یک طفل در قریه کمک کنند و یا به اندازه $1 در ماه تباشیر و یا مارکر برای مکتب قریهتان کمک کنند، با $10 کمک در ماه می توانید به یک طفل در قریهتان کمک کنید که ریاضی، انگلیسی، کامپیوتر و یا مضامین دیگر را یاد بگیرند و یا با این پول می توانید شیشه شکسته یک صنف درسی در مکتب را تبدیل کنید و یا تخته سیاه و سفید را برای یک صنف در مکتب قریهتان خریداری کنید و یا یک ترموز آب را برای صنف در مکتب قریهتان خریداری کنید. با $50 در ماه می توانید که یک فامیل غریب را در قریه کمک کنید تا مواد غذایی خود را تأمین کنند و در مقابل از آن فامیل بخواهید که اولادهای خود را به مکتب و یا کورس روان کنند. کارهای دیگری هم وجود دارند که مردم انجام داده می توانند که ضرورت به پول و سهمگیری مالی ندارد. به طور مثال شما به جوانان ولسوالی خود کمک کرده می توانید که به بورسیه ها درخواست بدهند. به جوانان ولسوالی خود کمک کرده می توانید که CV های خود را به شکل درست آن ترتیب کنند. متخصص زراعتی که از ولسوالی شماست می تواند به دهقانان ولسوالی تان در مورد روش‌های جدید کشت و زراعت مشوره بدهد. دکتری که از ولسوالی تان است و در خارج زندگی می کند به دکتران قریه و ولسوالی تان مشوره بدهد که چطور از روش‌های جدید تشخیص و تداوی امراض کار بگیرد و یا از تکنولوژی ارزان تداوی و تشخیص استفاده کنند. یک استاد ریاضی و یا مضمون دیگر که تجربه خوبی در تدریس دارد و در شهر کلان و یا بیرون از کشور زندگی می کند، تجارب خود را با استادان جوانتر که تجربه کمتر دارند تجربه خود را شریک سازد. برای آغاز رضاکاری و برای اینکه مردم به رضاکاری علاقمند شوند به نکات ذیل توجه داشته باشید. توقع نداشته باشید که هزاران و یا صدها و یا هم دهاتن دفعتاً به صدای شما لبیک بگویند و شامل رضاکاری شوند. توقع نداشته باشید که با یک بار صحبت مردم قناعت کنند و با شما در رضاکاری یک جا شوند. توقع این حرفا را داشته باشید که نمیشه، امکان نداره، ما شما نمیتوانیم، این کارها نتیجه نمیده، شک و تردید، سوالات عجیب و غیره و غیره. بالای کمیت فکر نکنید، بلکه بالای کیفیت فکر کنید. توقع نداشته باشید که نتایج کارتان را در چند روز، چند هفته و یا هم چند ماه ببینید. هر کار و پیشنهادتان را با جزئیات آن و تکرار آن برای هر شخص تشریح کنید. اگر شما به کدام سوال جواب داده نتوانستید، سوال را به ما راجع کنید و ما کوشش میکنیم که در دادن جواب آن با شما همکاری کنیم. ما در افغانستان در حدود 400 ولسوالی داریم. اگر ساکنان هر ولسوالی در هر سال فقط یک تن را با سواد ساخته بتوانند، در آخر سال در تمام افغانستان ما 400 فرد با سواد می داشته باشیم. اگر در هر ولسوالی ما بتوانیم 10 تن را با سواد بسازیم، در تمام افغانستان در اخیر هر سال ما حدود 4000 تن فرد با سواد بیشتر از قبل می داشته باشیم. اگر ما بتوانیم در هر سال برای 10 تن امید به فردای بهتر را بدهیم، در اخیر سال 4000 تن بیشتر افراد با امید بیشتر خواهیم داشت.
اگر ما مشکل قرطاسی تنها یک مکتب در هر ولسوالی را حل کنیم، در اخیر سال مشکل قرطاسی 400 مکتب حل خواهد شد و همینطور کارهای دیگر. یک گفته بسیار مشهور است که میگوید سفر هزاران کیلومتری با یک قدم شروع می شود. تبریکتان باشد، شما این قدم را با دیدن این ویدیو و سابسکرایب کردن به این چینل گرفته اید. با آهستگی کارتان را آغاز کنید، ولی در کارتان مداومت و پشتکار داشته باشید و شما باور هم نخواهید کرد که در 5 سال آینده چه نتایج را به دست خواهید آورد. خوشبختانه ما سازمان های خیر و رضاکار و افراد خیراندیش و رضاکار در افغانستان داریم، مانند دکتر صاحب رمضان بشردوست، وکیل صاحب سید احمد سیلاب، بنیاد عطا، بنیاد قمر و غیره. چه احساسی خواهی داشت که اگر شما دکتر رمضان بشردوست و یا هم سید احمد سیلاب آینده قریه و یا ولسوالی خود باشید؟ آنها کارهای بسیار عالی انجام میدهند و شما هم همین کار را انجام داده میتوانید. آنها کار بسیار عالی انجام میدهند ولی نمیتوانند به هر قریه و ولسوالی افغانستان رسیدگی کنند. پس بیایید که به اندازه یک فرد، یک قریه، یک ولسوالی و یک ولایت در یک وقت کار کنیم. از این که من پیسه‌دار نیستم که برای هر ولسوالی افغانستان پول زیاد کمک کنم، ولی من این 1 یورو را، 1 یوروی ناچیز را در این بوتل برای کار رضاکار در ولسوالی شما جدا میکنم. هر وقتی که شما کار رضاکار را برای ولسوالیتان آغاز کردید، لطفاً به من احوال بدهید که این پول ناچیز را برایتان ارسال کنم. من خدای ناخواسته نمیخواهم بالای ولسوالیتان ریشخندی کنم، بلکه عاجزانه و مخلصانه 1 یورو را که از توان من پوره است برای کار رضاکار در ولسوالیتان کمک میکنم. شما به کدام اندازه آماده کمک و رضاکاری به ولسوالی و قریه خود هستید؟ برای اینکه این پیام به بیشتر مردم برسد، لطف کرده این ویدیو را لایک کرده و این چینل را سابسکرایب کنید. اگر کدام ملاحظه و یا سوال دارید، لطفاً در بخش کامنت ها در زیر این ویدیو آن را با من شریک سازید تا آن را یا از طریق کامنت و یا هم یک ویدیو جداگانه به آن جواب بدهم. تشکر بسیار زیاد. اگر تا فعلا برای ولسوالی شما ویدیوی خاصی تهیه نکردم، لطف نموده معلومات ذیل را در کامنت برایم ارائه نمایید. نام ولایت به ولسوالی، نام حداقل 5 قریه و یا منطقه مهم ولسوالی. اکثریت مردم به کدام زبان صحبت میکنند؟ تا به ولسوالی دیگر، خدا حافظ. به امید دیدار تا به ویدیوی دیگر. این ویدیو به هیچ وجه مرتبط به سیاست و مسائل سیاسی نیست. این ویدیو خاص برای کارهای رضاکاری تهیه شده است.